برای مستقیما تماشا نمودن درس صلح در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت ختلون نیز شرایط خوب مهیا گردید که دانشجویان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و محصلین تعلیمگاه‌ها از آن بهره‌ور گردیدند. گزارش خبرنگاران ما از ولایت ختلون. در همه مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون روز دانش با شکوه تجلیل کرده شد. قبل از همه استادان و دانشجویان به نطق تبریکاتی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان توجه کردند. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اشاره به تمام آموزگاران مملکت تاکید نمودند که درس صلح را در سطح بلند برگزار کرده و نورسان و جوانان ثمره آسودگی و آرامی را یادآوری کنند. حکومت جمهوری تاجیکستان از ابتدا به ساحه معارف برتریت داده این سمت را عامل رشد جامعه معاصر ارزیابی می‌کنند. درست است که رشد و نموی هر یک دولت و ملت از ساحه معارف و علم کشور سطح دانش و جهانبینی مردم آن وابستگی زیاد دارد. همین است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای سوادناک شدن ملت تاجیک خلق عزیزمان تمام شرایط و امکانات‌های مساعد را فراهم آورده است و باید قید نماییم که همسالت در حدود کشور ده‌ها مؤسسه‌های تحصیلاتی مؤسسه‌های تعلیمی گشوده می‌شوند که این به بلند گردیدن سطح و صفت تعلیم و تربیت مساعدت می‌کند. امروز نیز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزش فن‌های ریاضی و دقیق را ضرور منیدود کرده از هدف‌های نیک 20 ساله اعلام کردن سال‌های فن‌های دقیق و طبیعت‌شناسی یادآور شدند. در همین زمینه محصلین را ضرور است که در آموختن فن‌های گومانیتری نیز شوق و رغبت بیشتر داشته باشند. باعث خرسندی و سرفرازی است که همساله زیاده از 200 عدد مؤسسه‌های نوی تعلیمی در جمهوری ما به استفاده داده می شود که این هر یک آموزگار و هر یک زیایی را وادار می کند که با تعلیم و تربیه نسل نورس دقت بیشتر ظاهر نمایند. طور اشاره گردید در برابر حکومت جمهوری تاجیکستان صاحبکاران وطنی به قوی گشتن بعضی مادی تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی و انفراستراکچور ساحه معارف مراقب به اندازه ظاهر می کنند. اقدام نیکی صاحبکاران با ننگ و ناموس مخصوصا نقش آنها در بنیاد مؤسسه‌های جدید تعلیمی شایان تحسین ارزیابی گردید. نسل نورس نسل جوانی ما در این قدر صنف‌های زمانوی نشسته تحصیل میکنند. همه ما شکرانه از استقلالیت، شکرانه از وحدت ملی کشور میکنیم که ما به این قدر روزهای آبادی و آزادی و آسودگی رسیده ایم. در همین زمینه سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که استادان و والدین وظیفه دارند به پاداش چنین غمخوری‌های ارزنده نسل‌های سازنده و بنیادکار را به وای رسانند تا در میبعد نامبردار وطن اجدادی باشند. پرزیدنت مملکت راجع به تیار کردن متخصصان بلندپایه ساحه طب اظهار اندیشه کردند. دانشگاه‌های خاص طبی و کالج‌های طبی اجتماعی روز تا روز در جمهوری بیشتر گردیده متخصصان ارزنده ساحه تندرستی را آماده کرده ایستادند. در روز دانش باز هم در مورد بلند برداشتن معاش وظیفوی کارمندان بخش اجتماعی اشاره کرده شد. وابسته بر رشد و ترقیات دولت در میبعد نیز تدبیرهای هوسمندگردانی راه‌اندازی کرده میشوند. در همین زمینه مسئله زبان آموزی خوانندگان و دانشجویان تاکید کرده شد. طور سرور دولت محترم امامعلی رحمان اشاره کردند جوانان تاجیک در برابر آموزش زبان خارجی همزمان وظیفه دارند که زبان مادری خود را خوب دانند و این ارزش پاک و مقدس را به آلایش حفظ نمایند. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون با دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان کالج و مؤسسه‌های نوی تعلیمی قامت افروخته شرایط تحصیلات باز هم بهتر و خوبتر می‌گردد. ملاقات از خانوانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با مناسبت روز دانش در مؤسسه تعلیمی تازه بنیاد رقم 102 شهر دوشنبه برگزار گردید مستقیما توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش شد و باعث توجه معارفچیان کشور از جمله شهر کلوب گردید. هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب به نام عبدالله رودکی دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیون در شهر کلوب، کالج‌های آموزگاری و طبی غیر دولتی و ساختمانی، مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت، آموزگاران و خوانندگان همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات کلوب این برآمد پرمحتوا را با مراق تماشا کرده سخنرانی پیشوای ملت را برای رشد ساحه معارف کشور مهم و سری‌وقتی ارزیابی نمودند. مورد به ذکر است که دوران صاحب استقلالی کشور در حدود شهر و دهات کلوب ده‌ها مکتب‌های نو و زمانوی ساخته به استفاده داده
شدند و با ساختمان و از نوسازی چند مؤسسه تعلیمی در نظر است که در سمت به تعلیم و تربیت فرا گرفتن طالب علمان نقش سازگار دارند. بنای مأموری تعلیمی دانشگاه دولتی کلوب یکی از دستاوردهای ساحه معارف در دوران صاحب استقلالی کشور است که امروز بیش از 10,000 نفر دانشجویان از تمام مناطق کشور به تحصیل فرا گرفته شدند و برایشان تمام شرایط‌ها مهیا میباشد که در بلند برداشتن صفت تعلیم مساعدت می‌نمایند. کالج طبی که 4,500 دانشجو را در بر میگیرد روز دانش را با درس در تالارهای و صحن بنا گذرانیدند و در این کالج متخصصان میانه طبی برای شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب و بیرون از آن آماده کرده میشوند. قابل قید است که عین حال در شهر و دهات کلوب 74 عدد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارند که در آنها بیش از 46,000 نفر خوانندگان به درس فرا گرفته شدند و در همه مکتب‌ها تعمیر و ترمیم با صفت بلند به انجام رسیده. خوانندگان در صنفخانه‌های تازه و و مجهز با عیانیت و دیگر لوازمات ضروری درسخانه درس نخستین را در روز دانش با درس صلح آغاز نمودند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب. اخبار. دانشگاه دولتی دنقره با فراگیری بیش از 9,000 نفر دانشجویان تحصیلات روزانه فاصلوی و ماگістратура در 72 اختصاص و رادیوها نفوذ و اعتبار خویش را در جامعه همچون جوانترین مؤسسه تحصیلاتی عالی ثابت نموده است. در روز اول سال خوانشی 2020-2021 هیئت پروفسوران، آموزگاران و دانشجویان این دانشگاه با آمادگی همه‌جانبه شرکت نموده سرآغاز سخنرانی راهبری دولت را بخشیده به روز دانش طریق تلویزیون مستقیما تماشا کردند. همساله آموزگاران دانشگاه توصیه و مصلحت‌های راهبریت عالی کشور را سرمشق کاری خود نموده به نتیجه‌های نظررس نویل می‌گردند. این است که طی سال‌های اخیر اشتراک دانشجویان این دانشگاه در آزمون المپیادها بیشتر گردیده، همساله ختم کردگان اختصاص‌های گوناگون و استحصالات سفربر و ادای وظیفه می‌نمایند. همچنین هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی طبی خطلان نیز با یک روحیه بولیده و آمادگی همه‌جانبه در روز اول سال نو خوانش به دانشگاه حاضر شده سراول از سخنرانی‌های راهبری دولت بخشیده به روز صلح و دانش بهره‌ور شدند. طوری که از سخنرانی‌های راهبری دولت برمی‌آید دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان امروز تمام کوشش را به آن خرج می‌دهد که در آینده جوانان صاحب کسب و دانشمند خوانده برای پیشرفت تاجیکستان عزیز خدمت صافدلانه نمایند. در 80 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی ناحیه دنقره که در آنها زیاده از 35,535 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت می‌گیرند، سال نو خوانش را چون همساله از تماشای سخنرانی راهبری دولت بخشیده به روز دانش و درس صلح آغاز کردند. همین طریق نطق پرمحتوا و تحلیلی راهبری دولت که فعالیت سالهای آخر ساحه معارف فراهم آوردن شرایط‌های مساعد تعلیم و تربیت وابسته به طلبات زمان جوابگو را در بر می‌گیرد، بار دیگر جوانان را به آن وادار می‌نماید که نسل امروز جواباً به این غمخوری‌های دولت و حکومت کشور از چنین شرایط‌های مساعد علم آموزی به طور وسیع استفاده نموده در آینده همچون متخصصان بلندپایه ساحه‌های خواجگی خلق کشور به وایه رسند و در رشد و پیشرفت وطن عزیزمان سهم خود را گذارند. گیمنازیای دولتی رقم 1 ناحیه بلجوان سال 2005 تأسیس یافته در آن 160 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شود. برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت در دایره کارهای آمادگی با آغاز سال نو خوانش و وسایل تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری شخصان وطندوست و سخاوت‌پیشه و صاحبکاران محلی بنای این مؤسسه تعلیمی پس از تعمیر اساسی امروز مورد استفاده قرار داده شد. ما صاحبکاران اقدام کردیم که گیمنازیای دولتی رقم 1 ناحیه بلجوان رو از تعمیر اساسی براریم. ما کارهای ساختمانی رو ماه ایول سر کردن در عرفه روز دانش به انجام رساندیم. گیمنازیای دولتی رقم 1 ناحیه بلجوان از 6 صنفخانه و 2 حجره کاری آموزگاران عبارت بوده. بعد تعمیر اساسی صنفخانه‌ها و حجره کاری آموزگاران با میز و کرسی‌های نو تامین کرده شده است. جواباً ما آموزگاران وعده می‌دهیم که خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، وطن پروری، خویشتن شناسی، خودآگاهی، تعلیم و تربیت می‌دهیم. با سهم شخصان وطندوست و سخاوت‌پیشه در برابر صنفخانه‌ها، صحن بنا، درآمدگاه و اطراف گیمنازیای دولتی نیز نوسازی کرده شده است. طور ذکر شد این مؤسسه تعلیمی در این دوره فعالیت بار اول به تعمیر اساسی فرا گرفته شده. بعد تامین چنین شرایط مساعد امروز خوانندگان با رعایت قاعده‌های بهداشتی و مشغولیت‌ها جلب گردیدند. در ناحیه بلجوان با مؤسسه دستگیری رشد ساحه و تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان سال روان در برابر تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی با دستگیری صاحبکاران در 2 دهات مؤسسه‌های نو تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چنین کارها با دانش و سازندگی در ناحیه با مرام ادامه داشته
تا روز تجلیل این صحنه مهم تاریخی باید باز یک چند انشاءات نوی ساحه بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شود.